بسیار همی سوال هم دادیان پیشاب شتر حلال است گفته. بله این یک نوع بیماریه که بعضی عرنی ها به مدینه اومدن، در صحیح بخاری مسلم اومده است که اونا درد شکم شدن. مدینه پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدن بیماری وبا داشت. غیر اهل مدینه کسی به مدینه بیاید بیمار میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند که این وبا را از مدینه دور کند و مدینه را تازه کند. آمدن درد شکم شدن، از دیگر کشور وقتی که آمدن درد شکم شدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را امر کردند که رفته از شیر شتر و پیشاب شتر بنوشید. گفته پیشاب شتر و دلیل آمدگی هست که شفا هست. بعضی آدم ها مثلا تنقید نکنید، این تنقیدی سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر است. او وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شفا هست، اصلی طب بعضی علما میگن که طب علم طب الله تعالی با پیغمبرها نازل کرد. ببینید این صحیح بخاری کتاب طب دارد و قرآن در یک آیت طب خلاصه کرده است. امام بخاری در صحیح بخاری زیاده از 100 حدیث آوردن، همش درباره علم طب است. علم طب هم یک جزء علم شریعت هست اصلا. بنابراین برادرای عزیز به علم گپ نزنید. شیر شتر، پیشاب شتر اینا شفا هست. بعد این حیوان هایی که گوشتش پاک، گوشتش حلال است، پیشابش در نزد اکثر علما حکم گوشتش دارد. حتی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نجاست مخففه میگن، یعنی نجاست به دو تقسیم میکن. اون حیوان هایی که گوشتش حلال است نجاستش نجاستی مغلظه نه، مخففه نجاستی سبک میگن. دیگر علما طاهر میگن. لیکن برای چی این سخن ها شد نجاست به دو تقسیم کردن؟ این دلالت میکنه یک چیزی هست اینجا، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم نجاست به نوشیدنش امر نمیکردن. خب در تمام ساحه ها، مثلا شما طبیب نیستید یا ساحه شما شریعت نیست، گپ نزنید. در هر یک ساحه باید متخصصش از نگاه علم گپ زند. اگر طب باشد هم اگر به علم طب گپ نزند. در هر یک علم باید با علم سخن کند. هر یک علم باید متخصصش سخن کند. برادران زبان خود را به آن جایی که به شما دخل ندارد آلوده نکنید. خودتون رو گناهکار نکنید.